آیا میدونستین هر فایلی که از کامپیوتر میفرستین برای چاپ قابلیت چاپ نداره؟ آیا میدونستین رنگی که تو مونیتور میبینید با رنگی که توی چاپ میبینید خیلی با هم تفاوت دارن؟ اگه با این مشکلات برخورد کردید یا براتون جالب توجهه، تا انتها با ما همراه باشید. فیروزخانی هستم و توی این ویدیو درباره تفاوت بین سیستم RGB و CMYK که دو مبحث رنگبندی مهم در جهان هستند برای شما صحبت میکنم. RGB مخفف سه کلمه رد قرمز، گرین سبز و بلو آبی هستش. در این سیستم سیاه یعنی هیچ کدام نباشند، یعنی نه رد نه گرین نه بلو، و سفید یعنی همه با هم باشند، یعنی کاملا قرمز یا همون طیف قرمز، طیف سبز و طیف آبی به شدت که موجود باشن رنگ ها رو شما سفید میبینید. CMYK مخفف 4 کلمه دیگه است: سیان فیروزه‌ای، ماژنتا صورتی، یلو زرد و بلک مشکی. سیاه نه ها، مشکی. یک مورد خیلی خاص و مهم و حرفه‌ای خدمتتون عرض کنم: سیان فیروزه‌ای آبی نیستا، اشتباه با بلوی RGB نشه. ماژنتا قرمز نیستا، صورتی اشتباه با رد RGB نشه. سیاهی به نبود نور میگن و مشکی به بودن رنگ میگن. در صنعت چاپ مشکی خودش یک رنگه، اما در طبیعت که نور RGB محسوب میشه، نبود هیچ کدام از نورها، هیچ کدام از طیف نوری موجب این میشه که ما همه چیز رو سیاه ببینیم یا به معنای دیگه در تاریکی به سر ببریم. در سیستم RGB رنگ ها بر اثر تابش نور آفتاب که منبع اصلی نور جهان فعلی ما هستند دیده میشن و اگر نور نباشه همه چیز سیاه خواهد بود. در سیستم CMYK رنگ ها ابتدا ساخته میشن، بعد روی سطحی مانند کاغذ، مقوا یا هر شیء و جنس دیگه‌ای با درصد خاصی و زاویه مخصوصی قرار میگیرند تا دیده بشن. تو صنعت چاپ افست و دیجیتال از سیستم 4 رنگ یا همون CMYK استفاده میشه. اگه فایلی به صورت RGB به چاپ فرستاده بشه، با اینکه دستگاه‌های قبل از چاپ مثل ایمیج ستر یا پلیت ستر میتونن به طریقی از طریق سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری خاصی که روشون هست میتونن RGB رو به CMYK تبدیل کنن، اما هیچ کدومشون نمیتونن رنگ مشکی 100% رو از سیاهی RGB جدا سازی کنن. این امر باید به دست کاربر انجام بشه تا نقطه مطلوب چاپ رو بهش برسیم. مخاطبین عزیز، برای اینکه تو صنعت طراحی و چاپ حرفه‌ای تر بشین، پیشنهاد میکنم ما رو سابسکرایب کنید تا نکات مهم بعدی رو از دست ندید. مخاطبین عزیز، همراهان گرامی، کلیت تفاوت بین RGB و CMYK رو متوجه شدید. حالا نکات خیلی ریز و بسیار کارآمدی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یک نکته که خیلی 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 مهمه و متاسفانه بزرگواران اصلا بهش اهمیت نمیدن، اینه که برای کارهای چاپی و رنگی چاپی مخصوصا، حالا یه کاری سیاه‌سفید زیاد ما باش مشکل نداریم، در این موقعی که مبحث رنگی میاد طرف میره کارشو با نرم افزار مایکروسافت ورد میزنه. یه جا من باید دیگه بگم دیگه، اینجا بیانش میکنم، به خدا نرم افزار ورد اسمش مایکروسافت آفیس ورده، یعنی یک نرم افزار کلمه پرداز اداری. کار گرافیک، کار طراحی، کار نشر، این یه کار اداری نیست، یه کار صنعتیه. نرم افزارهای دیگه‌ای به نام این دیزاین، ایلستریتور، فتوشاپ، اینا وجود دارن که شما باید با اونها کار بکنید. نباید بیاید با نرم افزار ورد مثلا یه کار، نظرتون این باشه که یه کار گرافیکی خاص انجام بدید بعد رنگ بندی، و اصلا ورد چیزی به نام CMYK نداره. نباید کاراتون رو توی ورد بیاید رنگ بندی کنید بعد انتظار داشته باشید خروجی درست و درمون داشته باشید موقع چاپ. ورد همینه دیگه،
ساختارش اینه، اداریه. حالا شما میگی خب از اگر که اینجوریه، تو هم برگشتی گفتی که سیستم چاپ 4 رنگه، پس اصلا برد که 3 رنگه، ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ پس نمیتونیم یه فایلی رو رنگی بزنیم توی برد، مثلا اسم چه میدونم سربرگمون و سرصفمون و یه امضایی رو، یه بسم اللهی رو، یه متنی رو توش رنگی بکنیم، بعد نمیتونیم چاپ کنیم، پرینترمون نمیتونه چاپ کنه. نه مبحث این نیست که پرینتر این قابلیت رو داره که تبدیل کنه RGB رو به CMYK، ولی چگونگی این کار مهمه. صحبت سر حرفه‌ای بودن و نبودن. شما هیچ موقع نباید از ورد انتظار داشته باشی که مثلا برات رنگ قرمز رو، معروف اینا رو من میگم این رو به خاطر اینکه معروفه در صنعت چاپ، میگن قرمز وینستونی، یا بر فرض مثال به آبی داریم ما بهش میگیم آبی درباری. اینا رنگا شماره های خاص دارن تو سیستم CMYK، تو سیستم 4 رنگ. یا حتی ما کتابچه های بسیار مخصوصی داریم که توسط شرکت های بسیار خاص چاپ میشه که یک شماره رنگی شرکت این رو تعریف میکنه که اگر شما بیای مثلا در نرم افزار فتوشاپ سیستم رنگ تو بذاری بر اساس پانتون فلان مدل، حالا مثلا پانتون 1986، اگر بیای سیانه تو بگیری 10، مجنتا تو بگیری 15، زرد تو بگیری یا یلو تو بگیری مثلا 24، مشکیت هم 0، فلان رنگ در میاد. بعد این شرکت پانتون که اومده یه مدی رو به نام 1986 به طور مثال عرض میکنن به شما این رو داده، شما باید بری رنگی هم که اون استاندارد رو بهت داده بخری، نری بری رنگ چینی بخری یا رنگ مخصوصی که شرکت پانتون یا خودش تولید کرده یا لایسنسش رو به جای دیگه ای داره تولید کرده رو بگیری بریزی توی دستگاه چاپه. بعد اگر 1% اختلاف رنگ داشت میری به شرکت پانتون میدی که آقا من از رنگای تو استفاده کردم، سیستم رنگی فتوشاپم رو به این ترتیب تنظیم کردم، ولی ببین رنگی که اومده روی این گراسه با رنگی که مثلا روی این کاغذ اومده 50% تفاوت داره. شرکت پانتون هم میاد میگه آها شما اومدی چیکار کردی؟ از رنگی که تاریخ مصرفش گذشته بوده استفاده کردی، شرمنده‌ام، کاری باهات نمیتونم داشته باشم، کاری برات نمیتونم بکنم. درباره ورد همه مباحثی رو که بر خدمتتون عرض بکنم کرد. پس نرم افزار ورد که تولید شرکت مایکروسافت هست به درد کارهای صنعتی نمیخوره، برای سربرگونامه اوکی ازش استفاده. اما حالا که میخوایم بیایم سر صنعت چاپ، حالا چه افست چه دیجیتال، باید بریم سراغ یا این دیزاین یا ایلستریتور یا فتوشاپ. اگه کارهای گرافیکی، سیستم‌های کاری نقاشی، طراحی‌های جلد خاص اینا داری که خب مشخصا به طور معمول از حالا یا ایلستریتور یا فتوشاپ استفاده میکنید. بعضی هم هستن از نرم افزار شرکت کورل استفاده میکنن، همون کورل را به معروف. اما چون مبحثی که ما اصلا همه این ویدیو رو براش ضبط کردیم مربوط به مبحث بیان و نوشتار فارسی میشه، بیشتر ما اینجا میخوایم درباره این دیزاین صحبت کنیم. یک فایلی رو من براتون حاضر کردم که لینکش رو هم در قسمت دسکریپشن گذاشتم، میتونید وارد کانال تلگرامیمون بشین و اون رو دانلود بکنید. یک فایل سوهش بسیار، اگه بگم بسیار کامل شاید بسیار کامل نباشه، ولی حداقل میتونم بگم که یکی از سوهش‌های کامل در دسترس هست. انواع و اقسام رنگ ها رو و نزدیکترین ها رو به اسمش رو بنده از طریق‌های مختلف به دست آوردم، شماره هاش رو کار کردم. مثلا شما اگه رنگ ارغوانی بخوای فقط کافیه توی سرچ بخش سوهش این دیزاین بزنی ارغوانی، اون رنگو برات بیاره. آبی درباری بخوای میزنی، قرمز وینستونی بخوای بزنی و انواع و اقسام رنگ‌های دیگه، شاید نزدیک به 1000 نوع رنگ رو اونجا نامگذاری کردم براتون. هیچ تفاوت ایمپورت کردنش هیچ تفاوتی در ساختار این دیزاینتون نداره. از این دیزاین 1.5 تا این دیزاین 2025 2026 براتون به راحتی ایمپورت میشه و میتونید ازش استفاده لازم و کافی رو ببرید. حتی میتونید از طریق‌های اون رنگ ها رو درصدهاش رو در بیارید و ببرید تو فتوشاپ.
مثلا بیاید نگاه کنید ببینید درصدش چنده، همونو برای خودتون توی فتوشاپ ایجاد بکنید. البته شاید هم حالا اگر دوستان تو کامنت ها بنویسن، من همین فایل رو کانورتش میکنم به سوهش فتوشاپ و اون رو هم توی قسمت کامنت ها میگذارم که بتونید دانلودش بکنید. مباحث رنگی رو توی این دیزاین خدمتتون عرض کردم. توی این دیزاین هم شما میتونید هم RGB هم CMYK کار کنید. توجه بسیار زیادی به این دو نکته داشته باشید. نکته اول، اگه کاری که از این دیزاین میخواید خروجی بگیرید مخصوص صفحات وب و اینترنت، حتما باید رو RGB باشه، نذارید رو CMYK، اصلا رنگاتون جور در نمیاد با هم دیگه. اما اگر کار قراره بره چاپخونه، یعنی مثلا شما میخواید فایل PDF خروجی بگیرید اما این PDF تون قراره بره فیلموزین بشه و بره چاپ بشه، اینجا حتما CMYK رو باید استفاده بکنید. به درصد رنگ ها توی قسمت خروجی گرفتن اصلا دست نزنید. خود این دیزاین درصد رنگ ها رو به صورت کامل و استاندارد داره. شما فقط مسئولیت اینه که یه اکسپورت PDF خوب و جانانه روی پرس کوالیتی بگیرید، حتی های کوالیتی پرینت هم نه. اگر قراره کارتون بره برای چاپخونه، پرس کوالیتی موقع گرفتن PDF، نه های کوالیتی. های کوالیتی زمانی که شما فقط میخواید پرینت کنید بفرستید جای پرینت بکنید، یا اگر رو بذارید اسمالست فایل سایز، انقدر حجم فایلاتون رو در اصل هم فونت که حجمی نداره یا متن شما که حجمی نداره، در اصل دیتاهای تصویریتون هست که دارای حجم هست و اونها رو برمی‌داره خودش به طریق‌های مختلف، از طریق JPEG یا از طریق زیپ های خاص، اونها رو هی کم حجم میکنه، DPIش رو میاره پایین، کیفیتش رو میاره پایین. که مثلا شما بر فرض مثال یه فایل PDF رو فقط میخواید بفرستید برای یه کسی که مثلا نگاه بکنه یا میخواد پرینت بی کیفیت بگیره. پس خیلی اینجا تو این مبحث حواستون باشه که در سیستم اسمالست فایل سایز و سیستم های کوالیتی پرینت، این دوتا سیستم به درد کار خروجی نمیخورن و حتما برای خروجی ما باید روی پرس کوالیتی بذاریم اکسپورت PDF مون. البته شما میتونید از فایل های صفحات این دیزاین JPEG یا حالا مدل های دیگه ای از PDF رو هم داشته باشید. برگردیم به نکته اساسیمون در رابطه با موضوع 4 رنگ. یه نکته خیلی 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 مهم داریم که بابتش حتما یه ویدیوی بلند میسازم و اون هم مبحث مالتیپلای هست. خیلی توجه بکنید که موقعی که قرار یک متنی، مثلا یک تیتری داری، قراره روی یک بک‌گراند رنگی یا یک بک‌گراندی که حالا مثلا یه تصویر مثلا منظره یا حالا خونه یا هر چیز دیگه هست بخوره، حواستون باشه که باید اگر مخصوصاً اگر رنگتون رو، رنگ اون متنتون، رنگ اون تیترتون مشکی هست، باید اون تکست باکستون یا اون تیکه از متنتون مالتیپلای بشه. حالا اینکه مالتیپلای رو چجوری باید فعال بکنید و کجا باید برید دنبالش بگردید، حتما توی ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم که احتمالاً وقتی اون ویدیو رو براتون بذارم در همین قسمت، تو بالای همین قسمت براتون لینکش رو قرار میدم تا بتونید به راحتی روش کلیک کنید و ازش استفاده بکنید. مخاطبان همراهان عزیز، یه مطلب بسیار مهم و بسیار حرفه‌ای که فقط مخصوص اوناییه که تا آخر ویدیو واسطادن. هیچ موقع رنگ متنتون رو در این دیزاین برای مشکی خوب، مشکی عالی روی رجیستریشن نگذارید. رنگ مشکی باید روی بلک باشه. رجیستریشن یه مبحث دیگری داره و یه کارایی بسیار فوق‌العاده‌ای در جاهای دیگه‌ای داره که تو همون ویدیویی که براتون بابت مالتیپلای ضبط میکنم و لینکش رو تو این بالا میذارم کامل براتون توضیح خواهم داد. مخاطبان و همراهان گرامی، هر نکته یا سوالی در این زمینه داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. به شما قول میدم برای نکات خیلی خاصش ویدیوی خاص بسازم و نکاتی که قابلیت جواب تو کامنت ها داره در همون لحظه تو کامنت ها جواب ها رو تقدیم حضورتون کنم. همیشه خدا نگهدارتون باشه.